این زن مظلوم داخل خانه توان طاقت لگد و مشت من تو را ندارد. این مردانگی نیست. ولی این را بدانین عزیزان من، زنان مثل ما مردان نیستن، زنان متفاوتن. زن یعنی نوکر، زن یعنی چاکر، زن یعنی مزدور، زن یعنی حق حرف زدن ندارد. ما شبها بلند شد که به سر جای نماز دستانش به سمت خدا بلند است که خدای شب مرا از هر آفات و بلیات نجات بده. شاید صورت زیبا نداشته باشد اما آماده است جان به تو بدهد. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على من سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله وأصحابه إلى الأبد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستان نهایت گرامی و عزیز، شخصیت‌های برجسته و وارثه این امت، بزرگواران، جوانان و نوجوانان ارجمند، خواهران و مادرانی که بصیرتاً آواز مرا میشنوند، عزیزانی که در صفحه ما را دنبال میکنند، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خیلی ها خوشحال هستم که باز هم در محضر گرم شما عزیزان و شفرگان دین شرف حضور پیدا کردم. الله را با این من و فضل و احسانش سپاسگزار و شکرگزار هستم و این توفیقی که حضرت حق سبحانه و تعالی و فرد و تک تک ما و شما داده، یک شکر خیلی بزرگ کار دارم. برای شکرانگی این نعمت یک بار با آواز بلند میگیم الحمدلله. عزیزان من، موضوع صحبت حق زن بالای مرد چی هست؟ چه سبب شد
که من این موضوع را انتخاب کردم. انگیزه‌ای که مرا وادار ساخت که روی این عنوان صحبت کنم قضیه های داغ است که در جریان هفته اتفاق می‌افتد. آنقدر نابسامانی ها در خانواده ها زیاد شده، آنقدر جنگ و جدل ها، کشمکش ها، مشکلات، ناهنجاری ها، خشونت ها در خانواده ها زیاد شده که اگر ما آمار بگیریم 95% جامعه دچار این مشکل هست. حتی این مشکلات در خانواده هایی که 50 سال، 30 سال، 20 سال زندگی کردن هست و این سبب شده که یک عده دست زدن به خودکشی، یک عده دست زدن به آتش سوزی. در خانواده ها لت و کوب، خشونت. امروز پدر و مادر در غم خود ماندن، فرزندان را ترک کردند. فرزند هم حیران مانده که خانه ایشان میدان جنگ است. یعنی هر خانواده و هر خانه‌ای که در این کشور می‌بینین 80%ش میدان جنگ شده. فرزندان تمام روز غیر از تماشای جنگ پدر و مادر چیز دیگر تماشا نمی‌کنند. از دهن پدر چی میبراید، از دهن مادر چی میبراید. چی فحش نیست که پدر و مادر به یکی دیگر نمیدهند. دشنام‌های ناموسی در بینشان، گپ به طلاق کشیده می شود، گپ به فرار کشیده شده، به ارتباط‌های نامشروع کشیده شده. پس این قضیه مرا وادار کرد که من یک موضوع صحبت کنم: حق زن بالای مرد چی هست و حق مرد بالای زن چی هست. انشاءالله اگر حیات مستعار باقی بود در هفته‌های بعدی روی صحبت میکنیم. اما خواست من از عزیزانم، از اونهایی که ما را مشاهده میکنن، از همه ایشان این است که این موضوع را خیلی زیاد جدی بگیرن. اگر خانواده اصلاح نشد، اگر در خانواده محبت پیدا نشد، اگر پدر و مادر صلح نکردن، این را بدانیم که هیچ وقت ملت سالم به هیچ وقت کشور آرام نمی داشته باشید. تا زمانی که پدر و مادر صلح نکنند، تا زمانی که پدر و مادر حق یکی دیگر را رعایت نکنند، فرزند صالح محال است که در جامعه تقدیم کرده بتوانیم ما. و این طرف قضیه را هم یک نکته دیگر هم اشاره کنم. عزیزی که در این صفحه ها قرار داری و عزیزانی که آواز مرا میشنوند، اونهایی که عابدن، اونهایی که زاهدن، اونهایی که عالمن، اونهایی که تبلیغی هستن، اونهایی که صوفی هستن، اونهایی که حاجی هستن، اونهایی که تهجد گزارن، آنهایی که تسبیح لحظه هم از دستشان دور نیست، به صراحت تمام میگویم اگر اینها اخلاق خود را درست نکنند در برابر زنشان، اگر ترشرویی ها اصلاح نشود، اگر فحش زبان و دشنام اصلاح نشود، اگر اخلاق حمیده و محمدی در خانه جریان پیدا نکند، الله از این مرد هیچ عبادت را قبول نمی کند. هیچ عبادت را قبول نمی کند. اگر یک کسی بگوید من شیخم، شب تهجد میخوانم، اما تعاملش با خانوادهش مثل تعامل فرعون با آسیه است، تعاملش با خانوادهش مثل یک ظالم با مظلوم است، این را بداند که الله نه عبادتش را قبول میکند، نه نمازش را قبول میکند. نمازی که اخلاق مسلمان را اصلاح نکنه نماز نیست. مؤمنی که اخلاق ندارد اون مؤمن کامل نیست. اسلامی که در اون اخلاق نیست اون اسلام نیست. مسلمانی که نماز میخواند هنوز تندی زبان دارد، مسلمانی که نماز میخواند هنوز زن آزار میبیند، هنوز زن مظلوم از به دست اون. این مسلمان بداند که مسلمان کامل نیست.
با کل عبادتش الله ایره داخل جهنم میاندازد. بنابراین عزیزان من این قضیه خیلی مهم است. اگر حق شناسی در میان امت اسلامی پیدا نشد، اگر در اسلام حقوق رعایت نشد، اسلام تبدیل به دین یهودیت و نصرانیت میشه. خوبی های اسلام با برنامه های اسلام است، خوبی های اسلام با عمل است که مسلمان میکند. همین قسم است که امروز کافر به مسلمانی ما میخندد. امروز کافر به مسلمانی ما میخندد. من یک جمله بگویم، امروز به الله قسم که بعضی از کفار در عمل از مسلمان ها کرده مسلمان ترند. این جمله واقعا خیلی دردناک است. بعضی از کفار در عمل از مسلمان ها مسلمان ترند، گرچه ایمان ندارند ولی در عمل در تعاملشان از مسلمان ها مسلمان ترند. امروز مسلمان الحمدلله 5 وقت نماز بله میخوانه، ماه مبارک رمضان روزه میگیره، تسبیح بله، صدقه میدهی بله، حاجی هم هستم، مولانا هم هستم، حافظ قرآن هم هستم. برو از زنش پرسان بکن که این شوهر در خانه با تو چگونه رفتار میکند. رسول صلی الله علیه و سلم، یک بار با آواز بلند بگویید صلی الله علیه و سلم، فرمود اکمل المؤمنین ایمانا. این سخن کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. اکمل المؤمنین ایمانا، کامل ترین مسلمان ها از روی ایمان. کامل ترین مسلمان ها از روی ایمان چه کسی است؟ اون کسی که علم زیاد دارد؟ نخیر. اون کسی که ثروت زیاد دارد؟ نخیر. اون کسی که بسیار صورت بالایی دارد؟ نخیر. اون کسی که زبانش خیلی سلیس و روان صحبت میکند؟ نخیر. اون کسی که قرآن را خوب بلد است؟ نخیر. اکمل المؤمنین ایمان احسنهم خلقا. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود کامل ترین مسلمان، کامل ترین مؤمنان کسی است که اخلاقش اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چه عالم باشد، چه زاهد باشد، چه عارف باشد، چه صوفی باشد، چه تبلیغی باشد، اگر اخلاق ندارد، این چیزهایی که دارد روز قیامت با همین چیزها باید داخل جهنم برود. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. بعد در تتمه حدیث رسول صلی الله علیه و سلم جزء دیگر هم زیاد میکنه، میفرماید خیرکم خیرکم لنسائهم. باز بهترین شما ای مؤمنان، منتخب شما، عزیز شما، محترم شما، بنده خوب خدا به پیشگاه الله اون کسی است که با زنش رفتارش نیک است. یک بار بگو الله اکبر. امروز دشمن شعار میده که در اسلام حق زن پامال است. تو را به ایمان بگو که حق زن در اسلام پامال است یا مسلمان حق زن پامال کرده است؟ مسلمان حق زن را پامال کرده و الا اسلام بهترین و نوبترین حق را به زنان قائل شده. به رب کعبه قسم، چنان حق را اسلام به زنان داده اگر به مایکروسکوپ نصب کنی تمام ادیان دنیا را، تمام دینهای دنیا را جستجو بکنی به اندازه حق را که اسلام به زنان داده، 50% چی 10% پیدا کرده نمیتوانی. ولی متاسفانه مشکل در این است که ما از دین خود معلومات نداریم. اگر از دین مسلمان معلومات داشته باشه در کمین میره لعنت به علما میده. اگر مسلمان از دین خود چیزی فهمیده باشه، آیا اونها با علما سخریه میکنن، با علما تمسخر میزنن، با دین تمسخر میکنن، با آیات قرآن تمسخر میکنن، با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تمسخر میکنن؟ اگر میگی پابجی حرام است، در کامنتش میرن هزارها لعنت به علما میفرستن. اگر میگی موسیقی حرام است، صدها لعنت نثار علما میشه. اگر میگی که بی‌حجابی حرام است، هزارها لعنت نثار علما میشه. اگر میگی شراب حرام است، هزارها توطیه بر علیه علما است.
در حالی که این توطئه، این توهین، این تحقیر بر علیه علما نیست، بر علیه اسلام است. اونهایی که به علما لعنت میکنن در حقیقت به اسلام لعنت کردن. هیچ عالم جرأت نداره از پیش خود حرف بزند مگر چیزی را میگوید که الله و رسول گفتن. من همیشه گفتم علما لاسپیکرن. حالا یک کسی یک تبر را برداره بالای سر بام، برو لاسپیکر را بزنه که چرا تو حرفا را میزنی. لاسپیکر مشکل نداره، گویندهش مشکل داره. این اعتراض به سر گوینده کردی. پس علما لاسپیکر دین هستند. گوینده این لاسپیکر الله و رسول است. هر چی که الله و رسول میگویند علما لاسپیکر هستند، او را به مردم میرساند. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود، باور بکنین عزیزان من، این قضیه به اتفاقی، این قضیه خرابی و از هم پاشیدن قانونهای گرم خانواده و از بین رفتن حسن اخلاق و شیرازی حسن اخلاق در خانواده ها آنقدر زیاد شده که در هفته شاید 50 موارد، 50 قضیه تنها پیش من می آید و شکایت هست از دست مردان. بعضیشان می آیند سیاه و کبوت هستند دست پایشان. شوهر ما را لطکوب کرده به این سرحد. بعدش تماس میگیره، جناب مولانا شوهر من به پیش تو به نماز می آید، روز جمعه اونجا می آید، حتی گریهش تا آخر روز دوام می کند، اما تعاملش با من مثل تعامل یک انسان در برابر یک حیوان است. عزیزان، الله رب العزت و الجلال چه زیبا می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ای مؤمنان، ای بندگان مؤمن من، ای بندگانی که مرا باور دارین، ای بندگانی که سنگ تابعیت الله و رسول را به سینه میزنین، ای بندگانی که امید شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دارید، ادخلوا فی السلم کافه، در اسلام با تمام برنامه هایتان داخل شوید. اسلام تنها نماز نیست، اسلام تنها روزه نیست، اسلام تنها ریش نیست، اسلام تنها امام اولونگی نیست، اسلام تنها کلا نیست، اسلام تنها السلام علیکم نیست، اسلام تنها سیاحت نیست، اسلام تنها 4 زن گرفتن نیست، بلکه اسلام حق و حقوق شناختن هم دارد. ما فقط چیزی که مزه داره از اسلام برداشت، چیزی که شیرین از اسلام برداشتیم. امروز مرد میگه من 2 زن میگیرم، 3 زن میگیرم، 4 زن میگیرم. خب بگیره عزیز من، چه اشکال داره؟ الله گفته اما این را هم بخوان و این خفتم الا تعدلوا فواحده. این را هم بخوان، این آخر آیه هست. ولا تقربوا الصلاة را ما خواندیم که الله میگه در نماز به نماز نزدیک نشوید، به نماز نزدیک نشوید و انتم سکارایش مانده است. یعنی به نماز نزدیک نشوید وقتی که شما نشبودید، ایش مانده. ما همه شیرینی ها و زیبایی های اسلام را میخوانیم، قرائت میکنیم، ولی از حق و حقوق هیچ چیز حالی ما نمیشود. عزیز من، علامه محمد عمر سربازی رحمت الله علیه در تفسیر تبیین الفرقان میگه اگر یک مسلمان عابد است، تهجد میخوانه، قرآن میخوانه، گریه میکنه، جوان و خوب است، تبلیغ میره، صوفی میشه، عالم میشه، حافظ میشه، اگر با زنش رفتار نیک نداره، اگر ترشرویی با زن خود داره، اگر اخلاق بد با زن خود میکند، این انسان را الله هیچ عبادتش را به درگاه خودش قبول نمیکند. هیچ عبادتش به درگاه الله قبول نمیشه. رسول صلی الله علیه و سلم، حدیث مسند امام احمد است، ابی حریره رقاشی راوی حدیث است، اون میفرماید که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اتقوا الله فی النساء، ای امتان من از خدا بترسین در حق زنانتان، از خدا بترسین در حق زنانتان، فانهن عوان عندکم، زنان را خدا اسیر شما قرار داده، شما با اسیرای خودتان چگونه رفتار میکنید؟ ای مسلمان، تو هنوز دانستی
زن چی تعریف دارد؟ تعریف زن را گوش کن. زن ایمان مرد، زن تقوای مرد، زن پرهیزگاری مرد، زن مسکن مرد، زن لباس مرد، زن آرامش مرد. این تعریف در اسلام زن دارد. ولی ما چه تعبیر از زنان کردیم؟ زن یعنی نوکر، زن یعنی چاکر، زن یعنی مزدور، زن یعنی حق حرف زدن ندارد. یک روز مسلمان رو من گفتم برایش که هر تصمیمی که گرفتی با زن خود مشوره بکن. او با من چی میگه؟ مولوی صاحب با زن مشوره بکنم، با زن مشوره بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی مشکل پیش میشد با زنان خودشان مشوره میکردن، ولی مسلمان این روز به جای رسیده که از رسول خدا فهمش بالا شدن. اعوذ بالله. میگه با زن مشوره بکنم، ما با زن سلام بگویم. نه عزیز من، اون کسی که محبوب الله هست، اون کسی که الله رب العزت و الجلال میگه و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقتی که داخل خانه میشد به زنانش میگفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم با من مسابقه دوش میداد. محبت را ببینید. محمد غزالی رحمت الله علیه میفرماید اولین محبتی که در اسلام آمد محبت رسول خدا با عایشه بود. یک بار بگوین الله اکبر. میگه دین اسلام به زنان حق و حقوق قائل نشده، در حالی که اولین محبتی که در اسلام آمد محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم با عایشه بود. محبت به جای میرسد که رسول خدا با عایشه مسابقه دوش میدهند. حضرت عایشه فرمود فسبقته، من از رسول خدا در مسابقه دوش پیشی گرفتم. الله اکبر. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در محراب امام بود، در منبر دعوتگر بود، در جهاد مبارز بود، در استفتاء مفتی بود، در بخش قضا قاضی بود. اما وقتی در خانواده می آمد رسول صلی الله علیه و سلم آنقدر اخلاق زیبا و پسندیده داشتند که حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها می فرماید در 10 ساله که در خانه رسول خدا بودم من ندیدم که رسول خدا با همراه دست خود به صورت یکی از زنانش زده باشد. 11 زن داشتند، به صورت یکیشان رسول صلی الله علیه و سلم یک سری نزده است. این اخلاق محمد امین صلی الله علیه و سلم است. دوست نداری که روز قیامت در کنار رسول الله باشی؟ دوست نداری؟ وقتی که دوست دارین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کی دوست دارد روز قیامت در کنار من محمد این گونه استاد شود پهلو در پهلو، اخلاق نیکو داشته باشد. اولین کسی که از مزایا و شیرینی اخلاق ما بچشد کی باید باشد؟ همسر ما که در داخل خانه است. امروز مسلمان دختر مسلمان را آورده 15 سال 20 سال 18 سال 19 سال پدر و مادر زحمت کرده، دختر تربیه کرده. وقتی به خانه شوهر می آید جز لط و کوب چیز دیگر نثارش نمی شود، جز دشنام دادن، جز حواله شدن به پدر و مادر و خواهرش چیز دیگر نثارش نمی شود. اصلا محبت را گم کرده. داخل زندان هست یک مادر، یک خواهر. عزیز من راه حل لط و کوب نیست. از لط و کوب هیچ درد دوا نمی شود. اذا یئس الانسان طال لسانه، وقتی انسان مایوس شد زبانش دراز میشه. وقتی انسان صبرش لبریز شد زبانش دراز میشه. اگر زن را لط و کوب بکنی اصلاح نمیشه، بلکه گمراه‌تر میشود، بلکه پرخاشگرتر میشود. امروز در خانواده بچه و دختر به سمت مادر است، از مادر دفاع میکنن. چند پشت طرف پدر است، از پدر دفاع میکنن. فقط داخل خانه شده میدان نبرد و جنگ و مبارزه. هر روز لط و کوب داخل خانه. آیا واقعا مسلمان این گونه باید باشد؟ آیا واقعا مسلمانی که میگوید لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمانی که میگوید فلانی ظالم است، مسلمانی که میگوید
مجیب الرحمن انصاری رحمت الله علیه فتوا صادر کرده بود که هر کی در برابر امارت اسقاط شود گردنش زده شود. یک خطای یک عالم را گرفتن در صفحات به او هزار لعنت میکنن، ولی خودشان که هزاران خطا دارن، هزاران ظلم میکنن، ولی چشم خودشان در ظلم خودشان کور شده. نعره تکبیر! امروز اگر مسلمان شراب میخورد مشکل نیست، زنا میکند مشکل نیست، دزدی میکند مشکل نیست، اگر آزار میدهد مسلمان را مشکل ندارد، زن خود را اسیر کرده مشکل ندارد، سود میخورد مشکل ندارد، رشوه میخورد مشکل ندارد. اگر یک خطای لفظی از زبان یک عالم بیرون میشود هزاران لعنت نثار یک عالم میشود. آیا واقعا ما این گونه الله از ما مسلمانی طلب کرده؟ خطای ما خطا نیست، خطای علما خطاست. عالم فرشته است، نباید معصوم است، نباید گناه بکند، نباید خطا بکند. چرا عزیز ما این گونه قضاوت میکنیم؟ چرا ما به خود ما نمیاییم؟ چرا یک بار خود ما را بررسی نمیکنیم که روز چند مرتبه غیبت میکنیم، چند مرتبه بهتان میزنیم، چند مرتبه دروغ میگیم، چند مرتبه به چشم مسلمان خواب میزنیم؟ ولی متاسفانه که این بررسی در میان ما نیست، این ارزیابی نیست. بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اتقوا الله فی النساء، ای مسلمانان از خدا بترسین در حق زنانتان، فانهن عوان عندکم، زنان شما اسیر شما هست. و آخرین جملاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از زبان مبارکش کنده شد در آخرین رمق زندگی که چشم مبارکش پوت شد، دیگر زبان رسول خدا کن شده بود، آوازش خیلی مخفی شده بود، آهسته شده بود. حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگه ما گوش خود را بردیم نزدیک لبان رسول خدا صلی الله علیه و سلم، آخرین جملهش الصلاة، نماز بخوانیم و دوم جملهش ظلم نکنین به زیر دستان خودتان، ظلم نکنین به زیر دستان خودتان. 2 روز پیش پیرمرد آمده بود داخل مسجد جستجو میکرد، مرا در نماز پیشین پیدا کرد. وقتی طرفش سعی کردم اینقدر وضعش خراب بود، از پیشش پرسان کردم که پدر جان کاری داری؟ گفت بله جناب مولانا کار دارم. رفتم داخل اتاق، گفتم بفرمایید. گفت جناب مولانا من رفته بودم به دیدن دختر خود، من دختر خود را به مرد دادم که زندار بود، زن دومش دادم، رفتم 50,000 به من مهریه داد، من رفتم دیدن دختر خود. جناب مولانا به خدا قسم اگر مسلمان باشد دختر مرا ببیند که در چه وضعیتی قرار دارد قلبش تکه تکه می شود. گفت رفتم که دخترم لباس مندرس و کهنه در بدنش است، در سر خمدان خشت استاد است، خشتنالی می کند، نه دست آباد دارد نه پای آباد دارد، صورتش را آفتاب سیاه کرده. و این شوهر ظالم و خائنش اگر کم سستی می کند، میگه من برش گفتم که بس خدا بترس، در حق یک مسلمان اینقدر ظلم نکن، بان که مقدار استراحت کنه. گفت وقتی که مرد با استراحت دراز بکنه. به خدا درد میاره مسلمان را که امروز مسلمان به کجا هست، امروز مسلمان به کجا رسیده. امروز مسلمان قمچین میزند که نوکش به خدا میخورد ولی متوجه نیست. من نماز میخوانم، اسلام تنها نماز نیست، من قبلا گفتم نباید ما رسول صلی الله علیه و سلم در آخرین کلماتی که از زبان مبارکش کنده شد به زنان خود ظلم نکنیم، به زنان خود ظلم نکنیم. بعد فرمود اینها امانتهای خدا هستند. در حدیث حجة الوداع، حدیث طولانی هست، رسول صلی الله علیه و سلم، حدیث امام مسلم است، در یک بخش از این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ای امتان من، زنان امانت الهی است به دست شما، امانت الهی است به دست شما. و استحللتم فروجهن بکلمت الله، شما زنان را به خود حلال قرار دادین با نکاح اسلامی، با کلمه، با بسم الله، با نام الله این را به خود حلال قرار دادین. به زنان ظلم نکنید. فانکم مسئولون عنها یوم القیامه، روز قیامت الله از این
ظلمی که در حق زنان کردین از تک تک فرد مسلمان الله میپرسد. هزاران تماس میآید جناب مولانا ما نماز میخوانیم خیر و برکت در زندگی ما نیست. عزیز من تعامل با زنت چگونه است؟ اگر زنت از دست تو آرام نیست که تو ظالمی، خدا دعای ظالم را قبول نمی کند. اگر تو نماز میخوانی به زنت ظلم میکنی که ظالم هستی. فإن الظلم ظلمات یوم القیامه. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید ظلم تاریکی ها هست در روز قیامت. حتی اگر زن توانایی جسمی ندارد که خدمت مرد را بکند، لباس مرد را بشوید، غذا به مرد درست بکند. علمای امت اسلامی از احادیث استنباط کردن و از آیات قرآن استنباط کردن که مرد برود مزدور بگیرد به زن خودش که خدمت زن را بکند. ما هم طلب میکنیم زن زیبا، هم کار شاقه و طاقت فرسا را به سر زنها گذاشتیم. او بیچاره تمام روز خمیر باید بکند، نان بپزد، غذای ما را درست کند، لباس را بشوید، بچه ها را سر و سامان بدهد، خانه را سر و سامان بدهد. ولی اخیر روز میاییم که تمام این روز این زن کار کرده، باز یک مشت لگد دیگه هم به فرقش میزنیم که امروز فلان کار کردی، فلان کار را نکردی. آیا واقعا این انصاف است؟ حق زن بالای مرد چی هست؟ عزیز من یک حق زن بالای مرد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید این است که مرد با زن خود خوش اخلاق باشد. قرآن آیه 19 در همون اوایل خدمت شما خواندم. الله میفرماید و عاشروهن بالمعروف. شما با زنانتان خوش رفتار باشید. ای بندگان من با زنان خود خوش رفتار باشید. فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اگر گاهی وقت فرد از شما از زنش خوشش نامد، فرض بکنیم کسی به ما تماس میکشه جناب مولانا زن را به ما پدر و مادرم گرفت من راضی نبودم، زن را به ما پدر و مادر گرفت من راضی نبودم، الان بین ما هیچ موافقت وجود ندارد، زن بیچاره هر روز لطکوب می شود. آیا یک مسلمان دختر را تربیه کرد به خاطر که زیر پای من و تو باشد؟ لطکوب بکنی میشه. من و تو دختر نداریم، من و تو پسر نداریم. اگر این قضیه سر دختر ما شود چی؟ واکنش نشان میدهیم. بیایم عزیز من درد مردم را گاهی وقت به خود بیاوریم که چی احساس با ما پیدا می شود. الله رب العزت و الجلال میگه اگر زن بدطلت داشتی، صورت زیبا نداشت، خوشت نمی آمد. این جمله را خیلی دقت کنین. الله می فرماید این را فإن كرهتموهن. اگر از زنان بعضشان خوشتان نیامد، اگر اخلاق خوب نداشت، زیبایی نداشت، الله چی می فرماید؟ و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. الله شاید از این زن بدشکل فرزند به تو نصیب بگرداند که امت اسلامی را سبب نجاتش و سبب دخولش به جنت بشود. بسیار زنان بودند صورت سیاهی داشتند. سمیه عمار را تربیه کرد. سمیه زن بسیار سیاه چهره بود ولی اولین شهید اسلام است و فرزندش بهترین حامی اسلام است. و عسى ان تکرهوا شیئا. بسیار وقت چیزهایی را شما ناپسند می‌دارید و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. الله با همون شیئی که شما ناپسند می‌دارید، حالا وقتی گولی را به یک طفل پیش بکنی، گولی که تلخ است، طفل از گولی خوشش نمی‌آید، ولی وقتی گولی را بخوره با صحتمند میشه، دردش گم میشه. گولی تلخی دارد، پیچکاری که در بدن میزند درد دارد، ولی بعد از یک ساعت جان تسکین می شود، تو در رفاه و آرامش می رسی. عزیز من گاهی وقت زنهایی که صورت زیبا ندارن مانند همون آمپول ها و پیشکاری هایی هستن که صدها درد من تو را دوا می کنن. شاید صورتش زیبا نباشه اما قلبش خیلی زیبا باشه. شاید صورت زیبا نداشته باشه اما شبها بلند شو که به سر جای نماز دستانش به سمت خدا بلند است که خدای شب مرا از هر آفات و بلیات نجات بده. شاید صورت زیبا نداشته باشد اما آماده جان به تو بدهد.
اونهایی که صورت زیبا دارن ولی تو را میفروشن، ارتباط ها دارن، چه به درد میخورد؟ عزیز من، الله چه زیبا فرمود و این کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. داستان را جای دیدم، میگه مرد تون اخلاق و بد اخلاق و زشت خو هر وقتی که خانه می آمد یک بهانه کرده زن را لطوکوب میکرد. این زن مظلوم هر روز زیر پای این مرد لطوکوب و جز گریه دیگر هیچ چاره ای نداشت. به هیچ کس هم نمیگفت. روز از روزها مرد داخل خانه شد، زن را خوابانید، آنقدر لطوکوب کرد و این زن مظلوم زیر پای این مرد گریه میکرد. در همین اثنا بود که دروازه دقلباب شد، دروازه حویلی. مرد هنوز آرام نشده، هنوز غرش داره، هنوز درونش جوش کرده، هنوز دستایش میخواره که باز هم بزند. دروازه دقلباب شد. مرد رفت به سمت دروازه. وقتی در را باز کرد دید که پدر و مادر، برادر، خواهر زنش همه مهمان آمدن. وقتی که مرد دروازه را باز کرد، خسر خود را دید، خوشوی خود را دید، اون خسرگری گنده و قوی خود را دید که اگر چپا بکنه شاید لگدمال بکنه این یزنه خود را. وقتی که این را دید غرق در عرق شد که حال چی می شود. زن زیر لطوکوب و هنوز سر صورتش پوندیده است. اینا داخل خانه شدن. گفتن دختر ما کجاست؟ گفتن دختر شما آشپزخانه صدایش میکن. میگه دوان رفت پیش زنش، به زنش گفت که پدر و مادرت آمده، برو به اونها سلام بگو. این زن بیچاره که هنوز درست راه رفته نمیتونست، آنقدر لغت خورده بود که راه رفته نمیتونست. ولی این را بدانین عزیزان من، زنان مثل ما مردان نیستن، زنان متفاوتن. زنان وقت شوهر میکنن فقط میخواهند زمان از شوهر جدا شوند که داخل قبر گذاشته شود. اونها شوهر خود را دوست دارن، زندگی خود را دوست دارن، از طلاق بدشان میآید. مرد است که امروز راحت طلاق میگوید. اگر زن از شوهر خود طلاق طلب کرده، ما به دست خود این کار را کردیم، موبایل به دستش دادیم، او از سریال ها یاد گرفته است. چون دختر زنی که خانه ما میآید 18 سال سن دارد، هنوز خیلی خام است، هیچ چیزی را بلد نیست. نه در صحبت عالم نشسته، نه پیش عالم زانوی تلموزی زده، نه درس حدیث خوانده، نه درس فقه خوانده، نه قرآن را بلد است. به خانه ما آمده. ولی مسلمانی که هر جمعه به پیش هر عالم در هر جایی رفته صحبت شنیده، حق و حقوق بیان کرده و حق و حقوق را شنیده و دانسته، این چقدر تعلیم داده زن خود را به نماز. چند بار به همسر خود ما گفتیم که سجده سهو را همسر گرامی در کجا میکنیم؟ چند بار به زن خود گفتیم که همسر گرامی در غسل چند تا فرض است؟ چند بار گفتیم به نماز چند تا فرض است؟ در نماز چند تا واجب است؟ در نماز چند تا سنت است؟ کی گفتیم همسر عزیز من یک جمله را قبلا گفته بودم، به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد. امروز جوانان به فرند خود به پشت گوشی میگن جیگرم، نفسم، دریایم، اقیانوسم، گلم، بهارم، چمنم. عجیب کلمات را جور کردن. اگر این کلمات را به زن خود بگوییم، همین زن بد اخلاق ما یک فرشته تمام عیار می شود. از شما به ایمان پرسان می کنم، آیا این کلمات را ما تلفظ می کنیم؟ نمی کنیم. این کلمات را ما به زن خود نمیگیم، به دختر کوچه میگیم، به دختر پشت گوشی میگیم، ولی به همسر خود آماده نیستیم که برش بگوییم عزیزه. شرم ما میآید. یکی از حق زن بالای شوهر امی است الفاظی که شوهر تلفظ میکند او الفاظ با محبت باشد. رسول صلی الله علیه و سلم با عایشه چی میگفت؟ یا عایش، این کلمه محبت بود. میگفت یا عایش، عایشه پورا نمیگفت، از جهتی که زیاد دوستش داشت برش میگفت یا عایش. رسول صلی الله علیه و سلم این اخلاق را به امت خود نشان میدهد. گفت برو که پدر و مادرت آمده است، برش سلام بکن. این دختری که لطوکوب شده، این دختری که خیلی لگدمال شده، از جای خود بلند شد
و چشمای خود را پاک کرد، دوان دوان رفت. همین که به پدرش نزدیک شد دلش درد داشت، یک بار به گریه شروع کرد، گریه کرد که چقدر لطف شده. در این اثنا به دلش میگو به پدر بگویم نگویم، پدر بگویم یا نگویم. بعد پدرش گفت دخترم چرا اینقدر گریه میکنی، چی شده؟ گفت پدر جان وقت شوهر عزیز من به من خبر رسان که پدر و مادرت آمده و برادر خواهرت آمده، آنقدر خوشحال شدم که اشک خوشحالی میریزم، اشک خوشحالی میریزم. سبحان الله. شوهرم انتظار است که همین لحظه از زبان زن چکنده می شود. وقت شوهر دید که زن به این اندازه شوهر را دوست دارد، این اشک خوشحالی می ریزد و شوهر اشک شرمندگی می ریزد، اون هم گریه می کند. بعد از این که پدر و مادر زن رفت شوهر یک چیزی قیمت بهای از شهر خرید، خیلی تحفه نفیسی آورد به زن خود تقدیم کرد. گفت زن گرامی من، مرا ببخش، من خبر نداشتم که فرشته ای در خانه من بوده است، فرشته ای در خانه من بوده است. عزیز من گفتم که مرد آمد به محضر رسول خدا صلی الله علیه وسلم عرض کرد یا رسول الله در کار من برکت نیست، در دعای من برکت نیست، در زندگی من برکت نیست، من پول درست به دست نمی آورم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود زن داری؟ گفت بله یا رسول الله زن دارم. گفت برو به زنت بگو که در حق تو دعا کند، خدا به تو برکت نصیب می‌گرداند. الله اکبر. عزیز من، این اخلاق اسلام است، این حق است که اسلام به زن داده است که باید مرد رعایتش بکند. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که اینها امانت الهی هستند، امانت الهی. یک روز رسول خدا فرمود لا تضربوا اماء الله، کنیزای خدا را نزنین، کنیزای خدا را نزنین. فجاء عمر الى رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام ابو داود در کتاب النکاح در سنن خودش می آورد حضرت عمر آمد به محضر حضرت رسول عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، با آواز بلند یک بار بگوییم صلی الله علیه و سلم. آمد فجاء عمر الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال ضئرن النساء على ازواجهن. یا رسول الله شما گفتین به زنانتان را لتکوب نکنین، زنان را جرأت دادین به مردان، زنان را جرأت دادین به مردان. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود در وقت ضرورت با زنان خودتان اگر نشدن، اگر وعظ کردین، نصیحت کردین، بسترش را جدا کردین، باز هم نشدن، توصیه های نیکتان، محبت شما جواب نداد، باز بزنین. ولی کدام زدن؟ واضربوهن ضربا غیر مبرح. اگر زن نماز نخوان چند تا جای وجود دارد که اسلام اجازه داده به زنها را زده شود. ولی چگونه زدن؟ در جایی که زن نماز نمی کند یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه به زاری، به عذر، به هر قسمی که می شود با محبت زن را بفهمانیم که نماز بخواند. اگر نماز نخوان واضربوهن ضربا غیر مبرح، بزنین قسمی که زخم نکنه، سیاه و کبوتش نکنه، فقط قسم زده شود که زن بفهمد که از این کار من شوهر خیلی بدش آمده است، او متوجه شود که از این کار من شوهر خیلی بدش آمده. یا یک زن اگر آرایش نمی کند بار بار برش میگوی من آرایش دوست دارم، زینت دوست دارم. یک نکته را اشاره کنم عزیز من، همان قسمی که مرد آرایش دوست دارد زن هم آرایش دوست دارد. این قسم نمی شود که ما همیشه تقاضا میکنیم از زنان که زینت بکنین، آرایش بکنین، ولی خود ما با عرق و با هر حالتی که هستیم، بو داریم، بدبو هستیم، خوشبو هستیم، پیش زن میاییم. نه، حضرت عبدالله ابن عباس میفرماید رئیس المفسرین، همان قسمی که من دوست دارم زنم به من آرایش بکند، زنم هم دوست دارد که من به اون آرایش بکنم. این حق و حقوق است. این جامعه می سازد، این قانون گرم زندگی را ثابت می کند، این در حقیقت فرزندان ما را سالم می گرداند. اگر در خانواده‌ای که جنگ و جدل است فرزند اون خانواده پرخاشگر می آید، دختر اون خانه پرخاشگر می آید، فردا بچه مردم را اون دختر بدبخت می کند، دختر مردم را اون بچه بدبخت می کند، چون از پدر و مادر جز جنگ و جدل، جز نزاع و جز میدان جنگ در خانه ایشان چیز دیگر ندیده است. پسر می قدشنام را از کجا یاد گرفته؟ از پدر و مادر یاد میگیره. از کجا یاد میگیره؟ طفل 2 ساله
که نو تازه به حرف زدن شروع میکنه، دشنام دادن رو یاد گرفته. از کجا یاد میگیره؟ از آسمان برش کادو می شود، از آسمان برش میفته که تو دشنام بده. پدر و مادر این کلمات رو آنقدر در بین خود گفتن که دختر 2 ساله، طفلک 2 ساله یاد گرفته است. پس بناهن سروران من، یعنی اگر ما آمدیم نظام خانه را جور کردیم تا زمانی که ما، یعنی تربیه زن عزیزتر از خود زن است، تربیه طفل عزیزتر از خود طفل است. اگر در خانواده تربیه بود، اگر در خانواده تعامل نیک بود، اگر در خانواده اخلاق بود، ما مشکل دیگر در خانواده نمی داشته باشیم. رسول صلی الله علیه وسلم فرمود شما زنان را نزنید. مورد دومیش است که اگر زینت را زن ترک کرد، آرایش را ترک کرد، بارها برش گفتی که همسر گرامی من، همسر عزیز من، آرایش بکن که خدا ای ناخواسته چشم شوهرت این طرف اون طرف نچرخد. آرایش بکن که من خراب نشوم. آرایش بکن، زینت بکن که من به بازار باشم، قلب من داخل خانه باشد، هر لحظه انتظار ای را بکشم که چه وقت به خانه بروم. حال امروز مرد خانه هست ولی در انتظار ای است چه وقت بازار برود. کنجا دیگر دخترای آرایش شده رو ببینه. به خاطر چی؟ به خاطر که در داخل خانه این مشکل وجود دارد. قضیه ها برعکس، نه مرد به سر صورت خود میرسد، نه زن به سر صورت خود میرسد. گفت که زنان را لتکوب نکنین. حضرت عمر آمد گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم زنان را جرأت داده. نبی علیه السلام فرمود که در وقت ضرورت شما بزنید، ولی زدنی که دست و پایش نشکنه، سیاه و کبود نکنید، زخمش نکنید. بعد از چند روز چند تا زنان آمدن به پیشگاه ازواج مطهرات شکایت کردن که شوهران ما را لتکوب کرد، شوهران ما را لتکوب کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از قضیه خبر شد، بعد بیرون شد، اصحاب را همه جمع کرد، اعلان کرد لیس اولئک بخیارکم، امت من، اون مردانی که زنان خود را بی موجب هر وقت لتکوب میکنن، اونها امت خوب من نیستن. اونها امت خوب من نیستن، اونها مؤمنان بهتر و برتر نیستن، اونها ضعیف الایمان هستن که هر لحظه زنان خود را لتکوب میکنن. این حدیث در سنن ابو داود است. پس بنابراین عزیز من این را نمیگویم که زن خوش اخلاقش همیشان، زن هم بد اخلاق می باشد، زن هم تند زبان است، زن هم با زبان خود زخم می کند، سخنایی می زند که تو را پاره می کند و سراخ می کند. ولی این داستان را گوش کن. مرد با زن خود نزاع کرد، با زن خود جنگ داشت، آنقدر این نزاعشون بالا گرفت که این مرد حرکت کرد، گفت میروم پیش امیرالمؤمنین عمر. امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه، عمری که نامش را پادشاه فارس، پادشاه روم میشونید، پشتش به لرزه می آمد. گفت میروم به سمت عمر از زن خود شکایت میکنم. آمد مرد پشت خانه حضرت عمر، پشت خانه عمر استاده بود، دروازه را قلباب کرد. در همین اثنا شنید که از داخل خانه سر و صدا می آید، از داخل خانه حضرت عمر. گوش خود را گذاشت، دید که زن حضرت عمر به سر حضرت عمر چیک میزند و حضرت عمر را با کلام خودش اذیت میکند. ولی حضرت عمر امیرالمؤمنین سکوت کرده است، سکوت کرده، حرف نمیزنه. این مرد این حالت را که دید گفت از خانه من که بدتر خانه امیرالمؤمنین بوده، از زن من که خیلی خوب است، زن من با من تعامل خوبی دارد، اینجا را نگاه کن. حرکت کرد. در همین اثنا حضرت عمر آمد، دروازه را باز کرد، دید که یک جوان حرکت کرد از پشت دروازه. صدای زد کجا میری جوان؟ گفت من مشکل داشتم، مشکلم پشت دروازه حل شد. پشت دروازه مشکل حل شد. چه شده؟ جوان چی شده؟ گفت من آمدم تا شکایت زن خود را پیش شما بکنم، مشکل من را حل کنید. من آمدم دیدم که داخل خانه شما هم گاهی وقت میدان جنگ بوده، اینجا هم جنگ وجود دارد. حضرت عمر شاگرد کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. او عمری که شمشیر میزد نفر را با اسب شق میکرد. عمر مشت بازی خود را به زن مظلوم خود نشان نمیدهد. عمر سیاستش را پادشاهان دنیا را میلرزاند، نه زن ضعیف خود را.
اون زن ضعیف و ناتوان بازوی خود را به زن ضعیف نشان نده عزیز من. سینه ایت را در برابر کفار سپر بکن، از اسلام خود دفاع بکن. این زن مظلوم داخل خانه توان طاقت لگد و مشت من و تو را ندارد. این مردانگی نیست که کسی زن خود را لتکوب بکند بعد بگوید من خیلی بکسرم. این مردانگی نیست. حضرت عمر چه جمله های جالبه میگوید. به جوان گفت جوان تو میدانی که داخل خانه ما چه کسی است؟ گفتن نه. گفت این زنان ما پرده است بین ما و آتش جهنم. اگر این زنان ما نمی بود ما زنا میکردیم به آتش جهنم میسوختیم. اینها حجاب است بین ما و آتش جهنم. ای مرد این زن لباس من و تو را میشوید، غذا به من و تو درست میکند. ای مرد این زن فرزند من و تو را شیر میدهد. این زن تمام شبها برای فرزند من و تو بیدار خوابی میکند. این زن کل زندگیش من و تو برابریم. وقت آمد زن به خانه شوهر، شوهر می شود پدرش، شوهر می شود مادرش، شوهر می شود برادرش، شوهر می شود خواهرش، کسی دیگر ندارد. و فقط جنازه اش که وقت از خانه شوهر بیرون شد از هم جدا می شود. گفت ما باید تحمل میکنیم. این همه زحمت به دوش زن است، این همه تکلیف را زنان میکشن، ما تحمل نکنیم. این مرد گفت من درس را یاد گرفتم، من درس را یاد گرفتم. الان فهمیدم که تعامل با زن چگونه است. این فکر را ما کرده بودیم که چقدر زحمت میکشه یک مادر بیچاره برای تربیت یک طفل. امروز کل مشکلات به دوش مادر است. رسول صلی الله علیه و سلم این گونه شاگردها تربیت کرده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید بهترین صدقه صدقه هست که یک مرد یک لقمه غذایی را از کاسه بردارد به دهن زن خود بگذارد. این در نامه اعمالش بهترین صدقه نوشته می شود. بگو الله اکبر. این را میگن محبت، این را میگن صفا و صمیمیت، این را میگن فضای سالم خانه، این را میگن جنت. اگر این گونه تعامل با زن داشتیم پس خانه ما جنت میشود، پس خانه ما را آرامگاه ما میشود، مسکن ما میشود. الله در قرآن میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن. زنان لباس شماست ای مردان، زنان لباس شماست و شما لباس زنانتان هستید. پس بیاییم عزیزان من، در کنار من قبلا گفتم نمازی که اخلاق من و تو را سالم نکنه این نماز محسوب نمیشه. نمازی که اخلاق من تو را نیکو نکند، نمازی که من و تو را خوش اخلاق نگرداند، نمازی که در اخلاق ما تاثیر نگذارد، این نماز نیست. عزیز من حق زن بالای مرد چی هست این را دانستیم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود یک صحابه آمد به محضر حضرت رسول عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما حق زوجت احدنا علیه. یک زن بر بالای شوهرش چه حق داره؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود این 5 تا حق را خوب گوش کنین که آیا این را ما رعایت کردیم. فرمود ان تطعمها اذا طعمت، به زنان خود غذا بدهین، همون غذایی که خودتان میخورین. ما شاید هر روز 2 روز بعد 3 روز بعد یک خوراک کباب میخوریم، شاید زنان باشن که در سالها کباب را ندیده باشن. ما داشی ها در عروسی ها و محفل ها میخوریم، شاید سالها باشد که زنان ما از این غذاها استفاده نکرده باشد. اون روزی خواهر تماس کشید گفت جناب مولانا 10 سال است مرا شوهرم آورده است به خانه، 10 سال است که به من اجازه رفتن به خانه پدر و مادرم نداده است. این چه ظلمی است که در حق یک مسلمان ما میکنیم؟ این چه ظلمی است که در حق یک مسلمان ما میکنیم؟ اون پدر و مادر دارد. اگر من و تو پدر و مادر من و تو عزیز است، خب زنم پدر و مادرش عزیز است. میگه 10 سال شده اجازه نداده به خانه پدر و مادرم برود. آیا واقعا مسلمان این گونه باید باشد؟ من گفتم که بعض کفار در عمل از مسلمانان کرده مسلمان ترند. بس وقتی دختر مسلمان تلویزیون میبینه،
صفحات فیسبوک را میبینه، صفحات یوتیوب را میبینه، وقت دنیای غرب را میبینه گناها با زنان خود چگونه محبت دارن، چه کلمات را با زنان خود تلفظ میکنن. او میگوید واقعا اسلام مشکل داشته، در اسلام به زنها حق و حقوق نبوده، در حالی که این گونه نیست. بهترین حق و حقوق را اسلام به زنان داده، اما زن بیچاره از دین خبر نداره. یک بار شوهر درباره حق زن در خانه صحبت نکرده است، یک بار صحبت نکرد. پس عزیز گرامی بیاییم که برگردیم به سمت الله. اگر میخواهیم که خانواده آرام داشته باشیم، اگر میخواهیم برکت داشته باشیم، اگر میخواهیم که آرام شود درون ما، اگر میخواهیم که خدا توبه ما را قبول بکنه، برود زن خود را قسم آماده بکنیم که از صمیم قلب و خلوص نیت در شب تاریکی که تو خوابی اون بیدار شود، در حق تو دعا بکند الله رب العزت و الجلال کل گناهان تو را ببخشد. یعنی دعای زن در حق شوهر قسم قبول میشه، مثل که تیر به هدفش میخوره. قسم قبول میشه که تیر به هدفش میخوره. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ان تطعمها اذا طعمت، وقتی غذا خوردیم به زن خود هم غذا بخورانیم. و زن بیچاره تمام عمر قرمه کچالو میخوره، از عمو هم آرام نیست. ای کاش که آرام باشد، قرمه کچالو میخورد. بعضی شوهران نه آسایش دارن نه آرامش، نه اخلاق دارن نه نان دارن نه اخلاق، نه لقمه درست آورده میتوانن نه اخلاق خود را اصلاح کرده میتونن. ای کاش اگر لقمه نان درست ندارن اخلاق درست میداشتن که با اخلاق زن خود را سیر میکردن، با محبت زن خود را سیر میکردن. ولی متاسفانه این گونه نیست. بعضی ها نه آسایش دارن نه آرامش. بعد رسول خدا فرمود و تکسوها اذا اکتسیت، وقتی که لباس پوشیدین به زنان خود هم لباس بخرین. ولا تضرب الوجه، هرگز به صورت زنان خود نزنید. کار ما چی است؟ که سیلی در صورتش میزنیم. رسول الله چی میگه؟ به صورتش نزنید. امت امروز سخن رسول خدا صلی الله علیه و سلم را نمیفهمند. پیامبر میفرماید هیچ کسی حتی حیوان را به صورتش نزنید. ولا تضرب الوجه، به صورت زنان خود نزنین. ما به اندک گپ سیلی محکمی به صورت زن خود میزنیم. میدونیم که سیلی به کجا میخوره؟ این سیلی مستقیم به قلب زن میخوره. او کینه میکند، او بغض میکند. او وقتی شوهران دیگران میبیند که حق و حقوق رعایت میکنند، دیگر شوهرها را میبیند که خیلی محبت داره به زنانش. وقتی شوهر خود را میبیند که این گونه هست، آیا تو فکر میکنی دیگر این مادر تلاش میکنه که فرزند خوب تربیه کنه در جامعه؟ فرزند خوب تربیه کنه. من بارها شنیدم زنان چی میگوین؟ پدر عزیز چی بود که بچهش باشه، پدر عزیز چی بود که بچهش باشه، بچهش هم مثل پدرش است دیگه. این را بارها من شنیدم که میگوین. رسول خدا فرمود حق زن بر بالای شوهر سمیس ولا تضرب الوجه، به صورت زن نزن. ولا تقبح، دیگر حق زن همیست که هرگز زن را دشنام نده. اگر این را من ملا کردم از خدا معذرت خواهی بکنم و از زن خود معذرت خواهی کنم. اگر تو کردی برو از زن خود معذرت خواهی کن که پیش از این من دشنام میدادم تو را، پدرت را، مادرت را، مرا ببخش. ولا تقبح، همسر خود را دشنام ندهد. ولا تهجر الا فی البیت، وقتی خفه شد زن خود را در خانه خودش ترک کنه، دستش گرفته از اولی بیرون نکنه که برو خانه پدر مادرت. این مردی نیست. باز فردا پس فردا پشیمان میشه، پیش مولوی صاحب مولوی صاحب زن مرا پدر مادرش برد حالا اعلان نمیکنن. 2 هفته شده، 3 هفته شده، خودش کشیده از خانه. بعد از 2 هفته وقتی که شهوتش فشار آورده برش، وقتی که غذای آماده پیدا نکرده، لباسش کونه و بدبو شده، کسی نبوده که لباسش بشویه، آره فهمیده که زن یعنی چی. باز میایه جناب مولوی صاحب شما یک واسطه بشوین امو زن مرا پدر مادرش اعلان بکنه. نکن عزیز من. و اینجا را گوش کن. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اذا كان عند الرجل امرأة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. او روز یک مادر تماس کشیده بود، میگفت جناب مولانا شوهرم به من گفته که برو به خانه پدر و مادرت میراثت را بگیر، اگر نی باز طلاقت میتم. شقی بیچاره مظلوم عزیزم.
میگه جناب مولوی صاحب یک دو تا برادر دارم، او هم ظالم است، میراث نمیدهد. من در بین دو سنگ آرد شدم. اونجا که میروم برادران میگه که تو خواهر ما نیستی، وقتی به خانه میام شوهر میگه تو زن من نیستی، من چیکار کنم؟ این اتفاق هست. برو میراثت از پدر و برادرت بگی و الا تو رو طلاق میتون. به خدا این مردی نیست، این نامردی هست، اوج نامردی هست. این جوان مردی نیست که یک زن مظلوم اینقدر باید تحت فشار قرار بگیرد. میراثت را نگرفت تو رو طلاق میتون. او طرف دو تا برادر خائن، دو تا برادر ظالم مال یک مسلمان را حبس کردن و او را میخورن و در صف اول مسجد حرف میزنن، در کنار مولوی صاحب میشینن. مولوی صاحب عکس هم بگیریم که در کنار شما استاده هستیم. ای ظالم، این عکس در کنار عالم تو را نجات نمیده، داخل مسجد نماز تو را نجات نمیده. ظلم نکو در حق مسلمان، در حق یک مظلوم. میراث خواهرت را بده. با چند کاورق قلابی جور میکنن، پیش ما میای مولوی صاحب میگه پدرم دنام من کرده بود. پدرت هم غلط کرد، تو هم غلط کردی. اگر پدر تو واقعا پدر میبود مثل تو تربیه نمیکرد. او مثل عمر باید تربیه میکرد فرزنده که نباید حق مسلمان خورده شود. مگر دختر فرزند پدر نیست که باید بچه میراث ببرد؟ دختر مال مردم است، دختر مال مردم است. رسول خدا میفرماید صلی الله علیه و سلم فاطمه پارتن وجودم است. امروز امتش میگه دختر مال مردم است. بی ایمان بگوییم همین قضیه ها را شما میشنوید یا نمیشنوید؟ پس عزیز من بیاییم که ما خود را اصلاح بکنیم، از خدا بترسیم. قیامت دور است نه؟ اذا مات الانسان قامت قیامت. وقتی ما مردیم قیامت ما برپا میشه. سؤال نکیر و منکر دور است نه؟ دور نیست. به خاطر فرزند خودمان، به خاطر موتر خودمان، به خاطر قصر و خانه خودمان نکنیم حق مسلمان را تلف نکنیم، حق مسلمان را نخوریم، حق یک خواهر مظلوم خود را نخوریم. مهریه دختر را پدر باد هوا میکنه، مهریه دختر را برادر باد هوا میکند. هر پدر و برادری که مهریه دختر را میخورد روز قیامت در صف مجرمان و ظالمان استاد میشود. الله از روپه این مالی که برای زن به عنوان مهریه داده شده از روپه الله پرسان میکند. امروز 10 لک افغانی مهریه به دختر من بده. این دختر بیچاره نمیفهمه پول از کجا آمد کجا شد. واقعا خود من شخصا شرم میآید که من با پول دختر خود را آرام بکنم، دختر خود را بفروشم، خود را آرام بکنم. واقعا این پدر است؟ اون برادر خواهر خود را بفروشد به خود زن بگیرد، واقعا این برادر است؟ واقعا این درد دارد؟ واقعا این درد و احساس دارد؟ خواهر خود را فروخته، خود را آرام کرده، خواهر خود را فروخته تا خودش آرام شود، بلا در پس خواهرش که هرچی می شود بشود. آیا واقعا برادر است؟ آیا این برادر روز قیامت جواب در برابر الله پس نمی دهد؟ الله پرسان می کند از این برادر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الله اکبر. ولا تحسبن الله غافلا. ای محمد امین صلی الله علیه و سلم گمان نکن که الله غافل است، گمان نکن که الله را خوابش برده و ظلم بندگان خود را نمی بیند. الله ظلم ها را می بیند. همه اینها را الله جمع کرده. در روز قیامت یکا یک الله از بندگان خود پرسان می کند. در روزی که چشمها شرمسارند، ترهقهم ذله، وجودشون را ذلت و خواری گرفته. در اون روز خدا از این ظلم ها پرسان می کند. بنابراین عزیزان من خیلی توجه بکنیم به این مورد. و اونهایی که 2 تا زن دارن خوب این جمله را هم گوش کنن. اول این را برایتان میگویم، زن دوم گرفتن، سوم، چهارم حق هر مرد است. میتواند که زن بگیرد اگر توانایی نفقه دارد، اگر مسکن دارد، اگر توانایی جسم دارد، اگر عدالت میکند، اگر از خدا میترسد.
برش اجازه است که زن دوم و سوم و چهارم بگیرد. اجازه زن اول اصلا شرط نیست. زن راضی باشد یا نباشد، اگر مرد از خدا میترسد، تقوای الهی دارد، عدالت را رعایت میکند و نمیتواند شهوت خود را کنترل بکند، شهوتش زیاد است، میتواند زن دوم، سوم و چهارم بگیرد. هر کی بر علیه این قیام میکند، اون بر علیه الله و رسول قیام کرده است. بله اجازه است، اسلام اجازه داده، 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا اجازه داده. اما در اخیر الله میفرماید فإن خفتم الا تعدلوا فواحده. وقتی جامعه را که من ارزیابی کردم، اگر این گونه پیش برود، اگر این خانواده هایی که امروز با یک زن خود صلح نکردن، یک زن آرام نیست، چه جایی که زن دوم بیاید، مثل اون مرد بیچاره ای که دخترش به خشت مالی نه دست آباد مانده بود نه پایش آباد مانده بود، اگر این گونه باشد قطعا زن گرفتن دوم اجازه نیست. بلکه علما گفتن حرام است کسی که عدالت نمی کند، ظلم می کند، زن دوم بگیرد، حرام است برایش. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اذا کان عند الرجل امرأتان، اگر یک مرد 2 تا زن داره، فلم یعدل بینهما، در بینشان عدالت نمی کند، در بینشان از خدا نمی ترسد، در بینشان نظام رسول الله صلی الله علیه و سلم را قائم نکرده، جاء یوم القیامه و شقه ساقط، روز قیامت می آید یک طرفش کاملا از بین رفتگی است، یک طرف این مرد فلج شده، یک طرفش کار نمیدهد، از بین رفته. این گونه روز قیامت حشر می شوند و کل خلایق می دانند که اینها چه کسانی هستند. اینها کسانی هستند که 2 تا زن گرفتن، عدالت الله را رعایت نکردند، یک طرفشان کاملا از بین رفته است. بیا که از رسول صلی الله علیه و سلم 2 تا جمله بگویم، بعد دعا میکنم. عزیز من، یک روز حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها با رسول خدا دعوایی کردن، دعوای لفظی. یعنی من نمیگویم که در خانواده ها دعوا کاملا نیست، دعوای لفظی، مشاجره لفظی کردن. ناراحت شدن حضرت عایشه به سر رسول خدا صلی الله علیه و سلم. بعد فرمود انک تزعم، حضرت عایشه صدیقه به رسول صلی الله علیه و سلم فرمود تو کسی هستی که خود را گمان میکنی رسول خدا هستی؟ عایشه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگوید رضی الله تعالی عنها، یک بار با آواز بلند بگین صلی الله علیه و سلم، گفت تو گمان میکنی که رسول خدا هستی؟ فتبسم رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی این جمله از زبان حضرت عایشه کنده شد، رسول خدا به اون حلم و بردباری که داشت تبسم کردن، خندیدن، هیچ نگفتن، خندیدن. بعد از لحظات رسول صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه صدیقه فرمود ای عایشه جان، هر وقتی که تو از من خفه میشی من میدانم که چی وقت است. گفت یا رسول الله چگونه میفهمی که من از تو خفه هستم؟ گفت عایشه جان، وقتی که تو از من خفه باشی باز چی میگی؟ به خدای ابراهیم قسم است. وقتی که تو از من خوش باشی باز میگی به خدای محمد قسم است. بعد حضرت عایشه صدیقه فرمود یا رسول الله فدای شوم، فقط نام شما را ترک میکنم ولی محبت شما به دل من موج میزند، به دل من موج میزند. یک روز حضرت حفصه کاسه غذای را درست میکند، به خانه رسول خدا میفرستد. در همین اثنا عایشه صدیقه هم غذا درست کرده، میبینه که کاسه حفصه تیزتر از کاسه عایشه در خانه رسول خدا داخل شد. عایشه می آید رضی الله تعالی عنها، با لگد خود کاسه را میزند، کاسه اون طرف میده می شود، تمام غذاها در روی زمین می پاشد. بعد رسول صلی الله علیه و سلم با دستان مبارک خود غذاها را می چیند، می گوید مادرتان خفه شده، مادرتان خفه شده. الله اکبر. فدای تو شوم ای معلم بشریت، فدای تو شوم ای رسول الله، فدای تو شوم ای معلم که به بشریت انسانیت آموختی، این گونه محبت آموختی. کاسه غذا و پیش مهمان با لگد عایشه زده می شود ولی رسول خدا کارت نمیگیرد، شمشیر نمیگیرد، چوب نمیگیرد، با اون صبر و بردباری و حلم خودش چه میگوید؟ مادرتان خفه شده، مادرتان خفه شده است. واقعا این اخلاق در خانه ما هست؟ واقعا این اخلاق را ما کردیم؟ نکردیم عزیزان من. رسول صلی الله علیه و سلم آنقدر محبت داشتن با زنان خودشان. گفتم در 11 سال یا 10 سال سیلی به صورت یک زن خود رسول خدا نزده است.
بیاییم عزیزان من، این حق زن است که بر بالای شوهر است. اگه این را ما رعایت کردیم انشالله در هفته های بعدی، من اول نگفتم حق مردان را بر بالای زنان که تا هفته دیگر زنها را نخوره مردان، اول حق زن را بر بالای مرد گفتم که این را رعایت کنیم، بعد انشاءالله در هفته های بعدی درباره حق شوهر بالای زن صحبت میکنیم. دو پای بشینیم انشاءالله که دعا میکنیم الله شما را عزت بده. یه خواهر ما حامله است، گفتن که به خاطر وضع حملش دعا شد. همین ورق میایه هر هفته به خاطر بینمازی، به خاطر بی اتفاقی در خانه، هر هفته به خاطر بینمازی، به خاطر بی اتفاقی در خانه، چون هم که نماز نبود هم که اتفاق نبود دیگر و خانه نیست. کسی دخترش مریض است، یک کسی هم یک برادرش در خارج از کشور زندگی میکنه، به یک مریضی بسیار شدید گرفتار است، الله شفای عاجلش نصیب بگردانه. فکر میکنم که یک اجتماع بزرگ از برادران تبلیغی است در این هفته ای که پیش رو داریم، روز پنجشنبه 31 سنبوله برگزار میشه. آدرسش هم جوار سرک آزادی، روز پنجشنبه. یک اجتماع خیلی عظیم است، علما از هر سرزمینی می آید. انشالله در این اجتماع شما حضور به هم برسانیم، خیلی خیر و برکت است، دعاها می شود، بزرگان دین می آید، دعاها از پیششان بگیریم. الله شما را عزت بده. یک مولای صاحب عزیز ما هم مریض دارن، گفتن که در حق مریضشان دعا شود. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. الهی پروردگارا، ما بندگان عاجز و ضعیف و ناتوان به خانه تو آمده ایم. پروردگارا، یک اجتماع بزرگ در اینجا جمع شده. پروردگار، مسلمانان زیادی از هر گوشه و کنار آمدن. پروردگار، در خانه تو همه به خاطر اصلاح شدن آمدیم. پروردگار، ما را اصلاح بگردان. الهی پروردگار، همه ما به خاطر این آمدیم که قلب‌های ما را چرک گناه گرفته است. پروردگار، دست‌های ما پر از گناه است، چشم‌های ما پر از گناه است، گوش‌های ما پر از گناه است. پروردگار، آمدیم تا با آب تقوا، با آب پرهیزگاری و رحمتت پروردگار این گناهان ما را بشویی. پروردگار، تو کریم و مهربان هستی. الهی پروردگار، در این سرزمینی که ما زندگی میکنیم مشکلات از حد گذشته. پروردگار، فقر و بیچارگی از حد گذشته. الهی پروردگار، محبت نمیبینیم، یاری اندر کس نمیبینیم. یاران را چی شد؟ پروردگار، هیچ محبت نه در خانه است، نه برادر با برادر دارد، نه خواهر با خواهر دارد، نه همسر با شوهر دارد. پروردگار، تو کریم و مهربان هستی، این مشکلات عالم اسلامی را حل بفرما. الهی پروردگار، ما مریضان زیاد داریم در شفاخانه ها که از هر در محروم شدن. پروردگار، بعضیشان پول ندارن برای تداوی، بعضیشان مشکلات دیگر دارن. پروردگار، شفا دهنده که تو هستی. الهی پروردگار، تو شفای عاجل نصیبشان بگردان. الهی پروردگار، اگر تو شفا ندهی هیچ دکتری در این دنیا توانایی این را ندارد. پروردگار، عزیزان هستن که فرزند ندارن، چندین سال شده. الهی فرزندان صالح نصیبشان بگردان. الهی پروردگار، ما هر جمعه میاییم و دستان رو به سمت تو بلند میکنیم. یا الله، ما میدانیم که در اجابت دعا مشکل نیست، بلکه در شرایط دعا ما مشکل داریم. الهی تو شنوا هستی، تو بینا هستی، تو ما را دوست داری، ولی ما بی‌وفا هستیم. الهی پروردگار، ما لقمه های حلال نداریم، ما زبان های ما آلوده به گناه است، ما قلب های ما آلوده به گناه است، ما منبرنشینان پروردگار هنوز درست نشده قلب های ما. پروردگار، هنوز ما اصلاح نشدیم که جامعه ما اصلاح نمی شود. پروردگار، به ما اصلاحیت نصیب بگردان. الهی پروردگار، به علمای ما توفیق نصیب بگردان. الهی علمای ما را اتفاق و وحدت نصیبشان بگردان. الهی پروردگار، حافظان قرآن را با عمل بگردان، عالمان دین را با عمل بگردان، صوفیان را با عمل بگردان، تبلیغیان را با عمل بگردان.
الهی پروردگار دست ما را خالی برمگردان. پروردگار تو کریم هستی. الهی مادر مریض سرطان داره، خیلی هم شدید شده، مرضش شفای عاجل نصیبش بگردان. الهی بی‌نمازی در میان جوانان زیاد شده، پروردگارا جوانان را به سمت مسجد و نماز بیاور. الهی پروردگارا باز بی حجابی در میان خواهران زیاد شده، حجاب را پروردگارا نصیب خواهران ما بگردان. الهی توفیق توبه نصیبشان بگردان. الهی تو کریم و مهربان هستی یا الله. زمان مرگ را به سراغ ما بفرست که ما را از گناه پاک کرده باشی یا الله. آنقدر گناه کردیم اگر الان جان ما را بگیری هیچ نداریم یا الله. دست خالی بس پیش تو میاییم یا الله، دست خالی میاییم یا الله. دستان ما را خالی به پیش خود نیاور یا الله. یا الله ظلم کردیم یا الله، حق و حقوق رعایت نکردیم، بد اخلاقی کردیم، حرام خوردیم، دروغ گفتیم، غیبت کردیم، تمام گناهان را مرتکب شدیم. ولی تو کریم هستی، تو مهربان هستی، تو لطیف هستی. اگر بنده‌ات بعد از 40 سال و 50 سالم به در تو بیاید و یک بار بگوید الله، 70 مرتبه تو لبیک میگی یا الله. تو از 100 پدر و مادر پروردگار و مهربان تر هستی. الهی پروردگار به مهربانی خودت، با کریمیت خودت، با فضل خودت پروردگار با ما توفیق نصیب بگردان. الهی پروردگار روز قیامت ما را از دیدار محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم بی نصیب مگردان، از شفاعتش بی نصیب مگردان. الهی پروردگار در روز قیامت ما را شرمسار نگردان یا الله. همین قسمی که در دنیا ما را پوشیدی، چقدر گناه ها کردیم که غیر از خود ما و تو کسی دیگر ندیده یا الله. چقدر گناه ها کردیم که تو پوشیدی، غیر از ما و خودت پروردگارا کسی دیگر ندیده. و پیش مردم ما خود را شیخ میگیم، مولانا میگیم، صوفی میگیم، ولی پیش تو هیچ چیزی نیستیم یا الله. بندگی درست نکردیم یا الله، سجده درست نکردیم یا الله. امت بودن امت خوبه به رسول الله صلی الله علیه و سلم نبودیم یا الله. همون قسمی که بزرگواری کردی، همون قسمی که ستاری کردی، الهی شخصا گناه مرا پوشیدی یا الله. روز قیامت مرا شرمسار مگردان یا الله. روز قیامت مرا بی آبرو مگردان یا الله. روز قیامت به پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا شرمسار مگردان و اهل مجلس ما را شرمسار مگردان. هیچ امت پیامبر را به من نزد رسول الله شرمسار مگردان. الهی پروردگارا به زنان ما توفیق نصیب بگردان، حیا و عفت نصیبشان بگردان، توفیق توبه نصیبشان بگردان. فقیران رو پروردگار از خزانه های غیب خودت بی نیازشان بگردان. تمام امراض، تمام مرضها و مریضان ما را شفای عاجل نصیب بگردان. اموات ما را همه‌شان را غریق رحمت خویش بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. علمای ربانی که شهید شدن قبرهایشان را پر نور بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه سیدنا محمد.